مولانا میگه شب خیز که عاشقان به شب راز کنن، گردی دری بام دوست پرواز کنن، هر جا که دری بود به شب در بندن، الا دری دوست را که شب باز کنن. رب العالمین حدیث پیغمبره که هر شب وقتی سیگ آخر شب میمونده نزول رحمت میکرده، آسمان دنیا پایان میشده، میفته یگان دعا کننده هست که دعاش قبول کنم، یگان پرسنده است که از من یگان چیز پرسه و براش بیتیم، یگان توبه کننده است که توبه کنه من گناهاش ببخشم. رب العالمین میگن نزول رحمت میکرده و به سوی بنده هاش فریاد میکرده. اینجا حضرت ما آورده که پروردگار میفته که تو بگو ای بنده که ای پروردگار در خانت برای من هوی که همه درهاش درون بستن، کسی به من گپ نمیزنه، کسی به فریادم نمیرسه، کسی به حالم رحم نمیکنه. ای پروردگار خودت رو به خودت آوردم. رب العالمین میگه من درم بروی تو کشاده میگردانم.